یکی از مخوف‌ترین زندان‌های تاریخ دنیا زندان آلکاتراز بود. تو این زندان خطرناک‌ترین مجرمان زندانی می‌شدن و چون دور تا دور این جزیره رو آب‌های خروشان گرفته بود، فرار از اون غیر ممکن بود. اما در شب 11 ژوئن 1962 سه تا زندانی با استفاده از ابزارهای ابتدایی مثل قاشق پیچ‌گوشتی تونلی در دیوار سلولای خودشون حفر کردن. اونا از طریق لوله‌های فاضلاب و پشت بام خودشون رو به بیرون رسوندن و برای عبور از آب‌های سرد هم از جلیقه‌های نجاتی که با دست ساخته بودن استفاده کردند و وارد دریا شدند. صبح روز بعد وقتی زندانبان‌ها متوجه فرار شدن، پلیس عملیات جستجوی گسترده‌ای را آغاز کرد. قایق‌های گیسنی تمام آب‌های اطراف رو جستجو کردند، اما هیچ وقت ردی از این سه نفر پیدا نشد. بعضی معتقدن در دریا غرق شدن، اما نظریه‌های دیگه میگه که اونا تونستن به ساحل برسن و زندگی جدیدی آغاز کنن. زندان آلکاتراز در سال 1963 به دلیل هزینه‌های بالا تعطیل شد، اما راز این فرار هنوز یکی از معماهای بزرگ تاریخ است.